خب استاد خواب قیلوله میگن این چگونه خواب است و باید در کدام وقت خواب کنی؟ البته قیلوله برادرای عزیز و گرامی خواب پیش از زوال میگن. پیش از زوال یعنی وقتی که آفتاب بلند می شود از قسم سحر، برادرای عزیز و گرامی در همون حالت اینا قیلوله میگن که این یکی از اگرچنده که امرش مستحبه، یعنی کسی که اجراش میکنه ثواب میگیرن، اگر کسی اجرا هم که نکرد گناهگار نمیشود. برای همین امروز اگر ما از ساعتهای بگیم یگان 7 8 همین ساعتهایی هست که پیش زوال، اگر خواب کنیم تا ساعتهای 12 را انا قیلوله میگن. ما در حدیث ها داریم که انا پیامبر میگه که شما قیلوله کنین زیرا که شیطان قیلوله نمیکنه. برای همین خوبه. حتی در حدیث ها آمده است که چقدر محافظه را یعنی قوه ذهن آدم زیاد میکنه، چقدر در آدم برادرای عزیز نشاط پیدا میکنه. برای همین خیرش بسیاره. کسی که اگر همین بین ساعتهای اینا 8 9 همین تا 12 3 ساعت 2 ساعت 1 ساعت وقتی خواب میکنن همین قیلوله میگن. انشالله هم جهتی بگیم طبابتیش هم فایده من داره، هم جهتی سنتیش هم ثواب میگیریم. آیا با حقارت های قبیح طهارت میشکند یا نه؟ طهارت حقارت نمیشکند، لیکن گناه کبیره نویسانده میشود. بابا جان در بعضی جایهای کتاب انجیل حضرت عیسی خدا را پدرم گفته سخن کردگی است. این چی معنا دارد؟ این گپا یگان اساسی ندارد. این کتاب هایی که امروز مثلا انجیل گفته میتن برادرای عزیز در داخل این سخن مخلوق بسیاره. اگر سخن خالق هم در درونش باشد مخلوق بسیاری چیزها را در درون این انجیل داخل کردند. زیرا شما سوره مریم ببینید در قرآن آیت 29 را وقتی حضرت مریم حضرت عیسی را گرفت آورد در گهواره گذاشتش، مردم آمدن آیت قرآن هم من برای شما معنا کردم. آمدن گفتن که مقصد ترا پدرت بسیار آدمی با تقوا بود، مادرت زیناکار نبود، این چی شد که تو مقصد این فرزندی به پدر آوردی؟ میگه حضرت مریم الله منش کرد که سخن نمیگوی، اشاره که به سوی همون حضرت عیسی که همون خودش گپ زنه، یعنی اشاره کرد که همون را پرسید همون خودش گپ زنه. میدونین که اولین چیزی که حضرت عیسی گفت برادرای عزیز این قرآن است. این سوره مریم میگه فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. وقتی میگه اشاره کرد که همون حضرت عیسی خودش گپ زند، بعد میگه اونا گفتن که این کودک مقصدی در گهواره این چه گپ میزند؟ برادر عزیز حضرت عیسی را وقتی نگاه کردن گفتن کو بگو چی گفتنی داری؟ حضرت عیسی اولین گپ زد چی بود؟ قال اینی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا. الله مهربان میگه میدونی که اولین گپی که حضرت عیسی از درون گهواره گپ زد چی بود؟ گفت که من بنده خدا هستم. ببین نگفت که الله پدر من، گفت که اینی عبدالله من بنده خدا هستم. اتانی الکتاب در آینده الله مهربان مرا کتاب میتن که او انجیل است. و جعلنی نبیا و در آینده الله مهربان مرا از زمره پیغمبران میگرداند. برای همین این سخنها همه تعریف شدگی‌اند. این سخنها هیچ حقیقتی ندارد که عیسی الله را پدر بگوید. برای همین چیزی که الله در قرآن گفته که حضرت عیسی اولین سخنی که گفت چی بود؟ این عبدالله من بنده خدا هستم. ببین الله خالق من است، الله آفریدگار من است. خب
استاد عزیز میگویند سلام دادن سنت است و جوابش فرض است. این درست است یا نه؟ البته سنت سلام دادن سنت مؤکده است، ولی ما حدیث داره میگیم حق المسلم علی المسلم ستون، مسلمان بالای مسلمان 6 حق دارد. اذا لقیته فسلم علیه. پیامبر میگه یک حق مسلمان بالای مسلمان این است که هر گاهی که اگر برادر قطعی روبرو شدی السلام علیکم و رحمت الله بگو. ببینید، ولی جوابش فرض نیست، جوابش واجبه. باید که از طرفی که ما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بگیم. یعنی سنت مؤکده بگیم سلام دادن، جواب گرداندنش واجبه که ما باید جواب بگردانیم. حاجی محترم، زن همه وقت با شوهرش دروغ میگوید، حالش چی میشود؟ توبه کنه برادر عزیز. کدام زنی که پیش شوهرش دروغ میگه، عمرش به دروغ گذرانده است، حیاتش با دروغ برده است، فکر میکنم اکو وقتی شنیدی بس ای که تو در این قدر دروغت پیش الله مهربان خیلی جوابگری. برای منبع چه توبه کو، به سوی الله آبی چشم کو، خدا ببخشد تو. این طرفش مقصد عقلت گرفته، توفیقت مثال پیدا شده، الکی سوال دادی در دل یگان ترس پیدا شده، ایمی فعلت بگه، انشاءالله همش خوب میشه. خوب استاد، مرد وقتی دیر میآید زن حق دارد که از او پرسد که تو در کجایی؟ حق داره، هیچی باکی نداره. اگر مردکش دیر بیاد زنک میتونه پرسد که مردک در کجا بودی. یعنی نه به اون معنایی که مقصد در حال در راست مردک گمانی بد کنه، این خیلی نی. پرسیدن در کاری چی؟ پرسیدن در میلش. اگر مردک گوید که در یک معرکه بودم، یا بگه که مثال در خانه پدرم بودم، یا بگه با یار رفیقام نشسته بودم، میلش. بگه یک جا مثال قدیم بچه ها نشسته بودیم، برای حق دارد. لیکن نه به این معنایی که مثال تو چی در کجایی چی گپ گفتن، یعنی در حال در اینجا یگان مناقشه و یگان یعنی جنجال و یگان بدبینی را پیدا نکنی. از چی سبب است که هر چیزی را که آرزو میکنم عملی نمی شود؟ مدت 2 سال می شود حتی در تاریکی های شب مرگم را از خدا طلب میکنم ولی بیفایده است. از دنیا دلمانده شدم، از سختی هایش نمیدانم چیکار کنم. هیچ وقت این دعا را نکنین خواهری برادری، هیچ وقت این دعا را نکن که خدایا مرا مقصد از همین دنیا دل خسته شدم، از همین دنیا دل مانده شدم. زیرا عمر و حیات خواهری برادری یک نعمت بزرگ است. پیامبر میگه لا یتمنى احدکم الموت، هیچگاه مرگ شما تمنا نکنید. اما محسنا فلعله یزداد و اما مسیئا فلعله یستعتب. اگر شما آدمی خوب باشین، اگر عمرتون که باقی باشه خوبی ها زیاد شید، تا چندی پیش خدا قدر قیمتت بلند میشه. اگر گنده باشی، مثال عمرت که باقی باشد توبه میکنی، وقتی توبه کردی و خدا بخشیدت، با در حالت بخشیدن پیش الله برای اینم برای تو خیره. برای می هیچ وقت تمنای مرگ نکنی. بابای حاجی، خوشتامدم سبب شد که من و شوهرم جدا شدیم. شوهرم به روسیه رفت، صاحب یک فرزند هستم. شوهرم میگوید آمده فرزندانم را از تو میگیرم، ولی او تا حال فرزندانش را نادیده است. آیا حق گرفتنش را دارد یا نه؟ اسلام چی میگوید؟ نه، حق ندارد. این فرزندای تو، اگر نگاه بینشون میکنی، تربیهشون میکنی، در گردن او مردک همینه که نفقهش را تامین کنه. تا اگر فرزندا را نه که نشان دادن دا بتیشون، نشانش بده بیان ببینه، هیچی باقی نداره. لیکن اگر بگوی من نمیتونم شان خودم میگیرم تربیه میکنم، این دم حق داره. استاد عزیز، توصیه کتاب‌های اسلامی را برای خواندن دهید و تفسیر قرآن را از کدام تفسیرها را خوانیم.
اکو تفسیرها حاضر بهترین تفسیر نور هست برادر عزیز. اینا تفسیر انوار القرآن برآمده. بهترینش از این فارسی ای بسیار عادی و ساده ای. سه تفسیر یک جای، هم تفسیر ابن کثیر ای، هم تفسیر بیضاوی ای، بین هم تفسیر جلالین ای. سه تفسیر در یک تفسیر انوار القرآن در همین کتابخانه اسلامی خودمون هسته. همین را بگیرین، اگر بهترینش همینه. آیا خاکستر را در راه بالای یخ یا برف ریختن جایز است اگر امکان پیدا کردن خاک نباشد؟ اگر امکان هم که باشد، خاکستر یگان خواهری برادری یگان چیزی محترم نیست. خاکستر با قدر قیمت خاک در پایانتره. برای در بالای یخ میپرتویش، در بالای آب میپرتویش، در کجای پرتویش مثلا هیچ چی باکی نداره، یگان گناهی نداره، اجازت ہے. خب بابا جان، قبر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی در کجا هم؟ قبر حضرت ابوبکر و حضرت عمر برادران یا هر دوش در مدینه منوره در پهلوی پیغمبرند. ابوبکر و عمر و پیغمبرمان هر سه در یک قبرند و هر سهش بگیم جدا جدا، لیکن پهلو با پهلو هست. ولی حضرت عثمان این در جنت البقیع هست، یعنی در آن مدینه که حاجی ها می روند، در اونجا گورستان همون اصحاب پیغمبر، گورستان صحابه در پیش همون مسجد نبوی هست. ولی حضرت علی را مقصد قبرش میگن در همین گویم کربلا هست، یعنی در عراق هست. بابا جان، زن حامله نمازش را نشسته خواند جایز است؟ اگر به شرط راستا خوانده نتواند، نشسته اجازت است.